و قوله صلی الله علیه و آله و سلم ما اهدى المرء المسلم الى اخیه هدیه افضل من کلمة حکمة یزیده الله بها هدى و یرده عن ردا. میفرماید در روایت دیگر مرد مسلم، شخص مسلم چیزی بهتر هدیه به برادر دینیش از این ننموده که افضل باشه از کلمه حکمتی، کلمه علمی که راهنمایی اون رو زیاد کنه، کلمه علمی که برادر دینیش، برادر مسلمش به خدا نزدیکتر باشه، هدایتش رو بر هدایت دیگرش بیشتر کنه، راه هدایت رو از قبل بیشتر بیاموزد و یرده و دور کند اونو از ردا، از پستی، از بدی، از نکبتی، از خباستی، از کجی در دین، از حرامی. کلمه حکمت یا کلمه علمی بیان کنه، راه بجوید و از بیراهه دوری کند، به راه راست بره و از کجی بپرهیزد. این بهترین هدیه هست که مسلمی به مسلم دیگر هدیه میده. افضل هدایاست که مسلمانی به مسلمان دیگر که کنایه از دوستان موالیان امیر المؤمنین سلام الله علیه هست هدیه بده. من کلمت حکمت، کلمه علمی که یزیده الله بها، به اون کلمه هدایت را، و دور شود از اون، به اون کلمه اون شخص دور شود از راه کج و بد. پس باز میبینیم بهترین هدیه علمه، بهترین هدیه برای برادر دینی دانشی هست که به او هدیه بشه.